روز دوم 14مین دوره نمایشگاه ایندکس هستیم در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران. مهمون آخرمون امروز خیلی ویژه است، کسی که سال‌هاست توی این حوزه داره فعالیت میکنه، کسی که صاحب نظره توی این صنعت، جناب آقای سیفی. عرض سلام و ادب، خیلی خوش اومدید. سلام عرض کردم خدمت شما و بینندگان عزیز. در خدمت شما هستم با افتخار. این برم به خاطر اینکه آذرخش اینجا معلوم باشه در وسط تصویر و به علت اینکه شما علاقه خاصی به برند خودتون دارید و این کاملا فوق العاده است. شما اگر تولید کننده یا هر شخصی که در مورد هر محصول و خدماتی که داره ارائه میده اون ارق رو نداشته باشه، نمیتونه اون محصول رو به نحو احسن بفروشه. از آذرخش برامون بگید چند سال اصلا داره فعالیت میکنه و تو چه حوزه‌ای بیشتر؟ مجموعه آذرخش 28 سال هست که در حوزه آجرهای نسوز نمای ساختمان فعالیت داره. ما از سال 1176 شروع کردیم. از سال 1176 با کارخانه شماره 1 شروع کردیم. امروز که خدمت شما هستم 4 کارخانه با ظرفیت بسیار بالا که میتونیم بگیم که بالاترین ظرفیت رو در سطح خاورمیانه داریم و به نوعی ابداع کننده آجرهای نسوز، یعنی استفاده آجرهای نسوز در نمای ساختمان. چقدر قشنگه. من خیلی دیدم و همیشه هم گفتم دمشون گرم از این ایده نوعی که دادن. فوق العاده، خیلی بهتر از اون آجر قدیمیاست که همیشه بوده دیگه. درسته؟ یه نکته‌ای رو اشاره کردید که اتفاقا نکته کلیدی و خوبی است. ما اگر سالهای گذشته نگاهی بندازیم به منظر شهری یا هر کسی از خصوص سازنده‌ها و معمارها صحبتی میشد، میگفتیم می‌خوایم یک نمایی رو بزنیم از نمای آجری، در ذهنشون یک ساختمان سطح پایین یا یک نواختی سازمانی نقش می‌گرفتش. خب این برمیگشت به این که تنوعی در محصولات وجود نداشت. اما امروز به جرئت به شما میگم تنوع محصولات توی آذرخش به نحوی شده که میتونیم توی شعار بگیم که آنچه که هر معمار یا هر طراح یا هر آرشیتکتی که در ذهنش فکر بهش میکنه آذرخش خلقش کرده. دیگه گذشت اون نمای سنتی قدیم هست، ما باید به سنتامون ارزش قائل بشیم و سنتی هست، مدرن هست، چون دنیا رو به مدرن رفتن هست. آره، تو بحث نمای ساختمون کی این فرهنگ جا میفته که آقا نمای ساختمون خیلی مهمه؟ به نظرم پاسخ رو تو سوال مطرح کردید. اشاره کردید به فرهنگ. ما باید فرهنگ رو در کنار الزامات قانونی کاری رو ایجاد کنیم که اون زیبایی بصری به شهرمون برگرده. متاسفانه بصری شهری امروز خوب نیست. میتونم بگم روح و روان مردم ارتباط مستقیمی به منظر شهری داره. زمانی که منظر شهری ما آرام باشه، به تبع اون روح و روان ما آرام هستش. وقتی که روح و روان ما آرام باشه، به تبع اون کیفیت زندگی ما، لایف استایلمون میره بالاتر. وقتی که کیفیت زندگیمون بره بالا، قطعاً خلاقیت درستی خواهیم داشت. قطعاً میتونیم برای همدیگه مهربونتر باشیم. همه اینها برمیگرده به همون فرهنگه. وظیفه تولید کننده ها چیه که مردم رو به سمت طراحی قشنگ ببرن؟ ببینید آدمای خلاق، معمارهای خلاق در مملکت ما بسیار زیادن. بله. من بهشون میگم بعضن آجرباز، چون واقعا کاراشون قشنگه. یه آجربازی میکنن که با اون هنره با روحمون بازی میکنن، یعنی یه شکلای خیلی قشنگ، ولی مهم اینه که اون متریال وجود داشته باشه. و من از تولید کننده ها خواهش میکنم که اون ایده هایی رو که معمارهای ما دارن خلق میکنن رو ظاهرش کنن، تولیدش کنن و نگاه زیبایی به این قضیه داشته باشن. راجع به نمایشگاه، حضور توی نمایشگاه برای برند آذرخش چقدر مهم است؟ من نمایشگاه ایندکس رو خیلی دوستش دارم، به واسطه این که نمیگم تخصصی، میگم فوق تخصصی. اومده عملاً روی قشر طراح و معمار داره کار میکنه. طراح و معمار کسیه که داره اون ایده رو، اون کانسپت رو خلق میکنه که به تبع اون سازنده و غیره و ذالک همه مسیر رو برن. ایشون داره کانسپت میچینه. پس بنابراین این نمایشگاه رو من خیلی مهمتر میدونم. امروز گذشت اون ساختمان سازی قدیم که هر کسی ساختمان رو شروع میکرد و در حین انجام کار تازه تصمیم میگرفت که چه شکلی بسازه، چگونه کار بکنه. امروز قبل از اینی که یک عملیات اجرایی شروع بشه تا کوچکترین دیتیل اجرایی انجام میشه. پس بنابراین ما باید حساسیتمون رو روی مبحث معماری داشته باشیم. ما نکته‌ای نداریم، اگر نکته‌ای باقی مونده در خدمت شما هست. از دوستان طراح، از دوستان و تولید کنندگان متریال های ساختمانی تقاضا میکنم و ازشون میخوام که نیم نگاه نه،
نگاه کاملی به آینده داشته باشیم. دنیای ما رو به تغییره. امروز همه چی اسمارته. ما داریم در فضایی زندگی میکنیم که هر روز هوش مصنوعی ما رو سورپرایز میکنه. چقدر قشنگه که هوش مصنوعی رو وارد ساختمان سازی میکنیم. هر صنعت و هر صنفی که از اون عقب بمونه محکوم به شکسته، باخته. خیلی ممنونم از شما.